عادتاً با نزدیکشوی روز 8 مارس در تاجیکستان درباره زنان سخن زیاد گفته می شود. مقامات حسابات می دهند که چند زن به کدام منصب پیشبری شده است و چند دختر نورس با کوتای پرزیدنتی در کدام دانشگاه و یا مؤسسه علمی تحصیل دارند ولی بعد از 2-3 روز باز هم وضع به حالت مقرری برمیگردد و سوال به میان می آید که آیا واقعاً مقام و منزلت زن در جامعه تاجیک به همان وضعی است که ما آرام باشیم و یا اینکه برعکس. برای ارزیابی این مسئله ما خانم صاحبکار نبات خانم دادخدایه و را دعوت کرده ایم که حالا از شهر خاروغ در تماس ویدیویی با ماست. خوش آمدید به برنامه تاجیکی رادیو آزادی خانم نبات خانم دادخدایه. و بعد پشتخوری شوروی و جنگ گرجانی تاجیکستان مقام زن خیلی کاهش یافت و امروز اون مقامی که ما داریم اون بسیار هم وابستگی دارد به فرمان‌های که از طرف حکومت آمدند. فرمان‌ها درباره بنابر حقوقی زن مثلا هستند برنامه‌های حقوقی زن و مرد تا سال‌های 2015 2020 و اگرچه این قانون‌ها بسیار هم خوب هستند لیکن در عمل آنها 100% اجرا نمی‌شوند. اینجوری کوتا درباره با مکتب‌های عالی داخل شدن جوان دختران هست. کوتا برای در کارهای دولتی پیشبری کردن زنان هست لیکن همه مکانیزم اجرایشون ها پورا نیست. این از آن سبب است که از یک طرف اگر مثلا مقامات اول حکومت فرمان برارد تا چه اندازه مقامات های پایانی آن را اجرا میکنند، آیا آنها تیار هستند که آن را اجرا کنند، آیا آنها راضی هستند که آن را اجرا کنند و نه همه وقت این فرمان ها اجرا می شوند و در جامعه تاجیکستان خود جامعه تیار نیست برای حقوقی زن و مرد و با حقوقی زن و مرد بیشتر از طرف جامعه ویران کرده می شود نه از طرف حکومت. بله، وقتی که ما درباره مقامات میگوییم مثلا در عرفه همین عید 8 مارس رئیس یک ولایت گفته بود که در ولایت آنها بیش از 4000 زن به وظیفه ها در شوراها و حکومت های محلی پیشبری شدند و همین گونه در مسئله کوتا ها هم معلوماتی مفصل داده بود. ولی سوال به میان می آید که اینا چی وظیفه هستند؟ فکر نمی کنید که این همین وظیفه های هستند که برای حسابات هستند، فقط وظیفه هایی که هیچ چیز را حل نمی کنند؟ من با شما بسیار راضی هستم زیرا تعداد بسیار زنانی که در مقامات ها کار میکنند این مقامات های حفظ السیاحت، مقامات معارف، مقامات صنعت است و این جاهای هستند که در آنجا یکم که مزد مهنت از همه کمتر است و دوم این مقامات های هستند که در آنجا قرار قبول کرده نمی شود. از شما میخواستم سوال کنم، مثلا شما با زنهای مانند نیستید که گویم خاموش باشد، زنی که میگویند پیشوا، زنی لیدر هستید. آیا زنهای مثل شما یا خود شما برای تغییر همین وضعیت تلاش کرده اید؟ شما شخصا مثلا؟ من شخصا بله، من این رو در میبینم. من تبودر رو میبینم که خود زنها در از شرایط اولیه‌شون خود رو پس میگیرند. وقتی که زن را به همین وظیفه تعیین کردنشان حتما به خانه میبیاد و روزیگی شوهر را میپرسد. اگر شوهر راضی شود زن میرود به همون وظیفه کار میکند، اگر شوهر راضی نشود زن به اون وظیفه کار نمیکند. و تا چه اندازه که من میدانم بسیار دوگانه هایم که در آوان جوانی فعال بودند، بسیار هم فعال بودند، ولی به شوهر برآمدند تماما از عرصه فعال جمعیتی بیرون شدن به آن خاطر که آیا شوهر راضی هست یا نیست. ولی شما صاحب کار هستید، آیا شما هم وقتی که به صاحب کاری رو آوردید از شوهرتون پرسیدید که مثلا موافق هست یا نه؟ من در روحه تربیت شدم که من پدر و مادرم همه خیلی تربیت کردن که من باید همیشه حقوقای خود رو حمایت کنم، من باید برای دیگر کسان مبارزه برم و خوشبختانه شوهر من هم آدمی هست که برای حقوق من رو اعتراف میکنه. یک کمی درباره خودتان نقل میکردید، شما در کجا به وای رسیدید؟ خب من در یک قشلاق بدخشان کوهی در قشلاق دیزود ناحیه روشان تولد شدم، در عائله اینتلیجنسیا
پدر من یک آدم بسیار هم عجایب بود. من این رو بعدا فهمیدم وقتی که کلانسال شدم، وقتی که پدرم از دنیا رفت و من فهمیدم که او یک شخصی عجایب بود که در قشلاق کلان شد، ولی همه رفتارش، همه کردارش یک شخصی که بسیار معرفت کلان داشت و پدرم همه فخر میکرد که وقتی من دانشکده رو تمام کردم، پدرم فخر میکرد که من با دیپلم اعلی تمام کردم. وقتی که تحلیل کردم کودک رو تحلیل کردم، از یک گویم استراحت در طول 8 سال من کار نکردم، کودکان رو تربیت کردم و یک بار پدرم گفت که دخترم من همه کیلومترهای کلان داشتم که تو آدم کلان میشوی، لیکن متاسفانه زن مادر فقط در بیت کودک از خانه نمیبرم. و بعد وقتی پدرم از دنیا رفت من کودکان رو کلان کردم و بعثه جمعیتی برآمدم و فکر میکنم که اون روزی که پدرم داشت درباره من اون عملی شد. لیکن من در زندگی هم دیدم که فرق بین آزادی زن و مرد از زمین تا آسمان است. اگر که من یکی از زنانی هستم که آزاد هستم، به هر حال آزاد هستم، لیکن به هر حال زندگیم اگر که شوهرم آدم دموکراتی است، به هر حال لباس پوشی من طرز کنی هم از شوهرم وابستگی دارد. اون چیزی که به اون مقصود است من هم رو میکنم. ولی باز هم اگر به مسئله زن و مرد برگردیم، عادتا مردان با هم جنگ میکنند و بعد زنان به مابین میدرآیند و این جنگ ها را خاموش میکنند. طرز ما در سالهای مقاومت شهروندی تاجیکستان شاهد بودیم. همین گونه سال گذشته هم شما در عضو گروه کمیته 20 نفره بودید که بین طرفهای درگیر در بدخشان میانه روی میکرد. کی شما را اونجا پیشنهاد کرد و با چی کارا در اونجا مشغول بودید شما؟ آیا اونجا هم شما را فقط برای گویم ازدحام برده بودند و یا شما نقشی را هم بر عهده داشتید؟ اولا ما گروه زنان خودمون برآمدیم به خاطر آنکه همون تیرانی خاموش شود، جنگ و جدال خاموش شود. اون ساعتی روز وقتی که تمام زنان برآمدن، من هم در بین ورها بودم، در بین همین زنان بودم و وقتی که ما با میدان شهر آمدیم از طرف رئیس حکومت او با من برآمد گفت که از بین خود 20 کس رو انتخاب کنید و همین 20 کس و اجرای شروع کرد و اجرای مسئله هایی که در همین روز برآمدن و ازدحام خودش نامها رو گرفت، خودش نامبر میکرد که کی باید با این گروه شامل شود. و از بس که من در زندگی هم با بسیار خانمان کمک هم روحی هم پسیکولوژی هم اقتصادی از طرف تشکیلات ما کرده بودیم و ما روزنامه هم داریم. ممکن به همین خاطر باشد که زنها نام ما رو نامبر کردن که من با همین گروه 20 شامل شدم. و در این گروه 20 که ما 3 زن در آنجا بودیم، از طرف مردها ما احترام میکردن، هم صدای ما رو هم گفت ما رو احترام میکردن. ما در همین گروه برابر حقوق بودیم و این نه برای اون بود که ما در آنجا همچون یک گالاشکا باشیم که زن هم هست، نه به این خاطر نبود. یعنی حرف شما رو گوش میدادن. حالا وضع بدخشان چگونه است؟ آرامتر است، بسیار هم آرامتر است. مردم در تلاش کار و زندگی است. مردم فهمیدن که ما میفهمیم، ما پاسو هم میفهمیدیم که زندگی ما از اقتصادیات ما وابستگی دارد و تمام کوشش بدخشان در آن است که زندگی مردم کمک هستن باشد بالاتر رود. زندگی اقتصادی، زیرا از زندگی اقتصادی تمام دیگر سالهای زندگی وابستگی دارند. مسئله تأمین کار در بدخشان مسئله خیلی مهم است، خیلی وزنین است و خصوصا برای زنان. من در جنگ گرجانی سال 92 خانواده‌اش گشته بودم. من در ولایت نیپال زندگی میکردم و از اونجا با عائله‌ام به بدخشان کوچیدیم و برای چی من پارسال بسیار فعال بودم، با خاطر که من نمیخواستم که برگردم به همون سالهایی که ما دیده بودیم و سالهای 90 برای ما بسیار وزنی بود، زیرا ما اون چیزی که داشتیم همه گم شد، خانه گم شد، کار گم شد و به ما ضرور آمد که تمام اقتصادیات خودمون رو، خانه خودمون رو آینه بنیاد کنیم و من تمام تنفیسی زندگی رو در همون سالها چشیدم و میدیدم که چقدر آدمان مثل من محتاج هستن. خوشبختانه من با شوهرم با صاحبکاری از سال 93 مشغول شدیم
و تا سال 2000 در صاحبکار بودم، فقط صاحبکار بودم و در اون وقت ما میدیدم که بسیار آدم‌ها می‌آمدن که محتاج یاری بودن و سال 2000 ما تشکیلات جمعیتی زنانه رو تشکیل کردیم به آن خاطر که به زنان یاری داده توانیم به آنها که بیکار هستند. سال 2006 در بعضی تشکیلات جمعیتی مدینه تشکیلات قرضی خود مدینه و همکاران رو تشکیل دادیم و این تشکیلات قرضی خود مدینه خود برای زنان و برای مردان هم تاثیر خود می‌کرد برای تشکیل کردن جمع‌های کاری. در طول 6 سال زیاده از 5000 مردم که 60% آنها رو زنها تشکیل می‌کنند کارهای خود گرفتند و جاهای کاری برای خود تشکیل کردند. اینطوری ما در سای آموزش‌های صاحبکاری را برای زنها تشکیل کردیم و موفق هم شدیم که 2-3 تشکیلات زنانه رو از طرف دیگر زنها که بودن ما اونها رو دستگیری کردیم که اونها تشکیلات‌های خود رو تشکیل کردن و من فکر می‌کنم که بهترین یاردم برای زنان بدخشان این جلب کردن آنها به صاحبکاری است. در صاحبکاری، آموزش‌های صاحبکاری و دادن کسب‌های خود که آنها توانند برایشان خودش رو برای خود جای کاری ساز کنند. مسئله های زنان برای شما روشن‌تر هستند. برای زنان از همه مهم شرایط اقتصادی از زیرا زنهای تاجیکستان و مخصوصا زنان بدخشان تمام عمرشون رو برای فرزندانشون تقدیم میکنن و وقتی که فرزند کلام میشود میخوان که او رو به خوندن برن، او رو صاحب معلومات کنن، وقتی که پول ندارن به مهاجرت میرن و امروز مهاجرت مهنتی برای زنهای بدخشان یک مسئله بدترین است، زیرا وقتی که زنها به مهاجرت میرن از عائله‌شان دور میشوند، از تربیت فرزند دور میشوند و در اونجا من فکر میکنم که بسیار شدت روحی میبینند در مهاجرت و ما مقابل همان هستیم که زنها مهاجرت کنند. شما البته چند بارم ذکر کردید که زنان تاجیک از جمله زنان شرقی به مردان وابستگی بزرگ دارند. به فکر شما راه نجات از همین وابستگی، راه به برابر حقوقی کدام است؟ فقط برابر داشتن دسترسی زنان به ذخیره ها. وقتی که مثلا زن تاجیک صنف 11 را تمام می‌کند به شوهر می‌برد، یگان معلومات کسبی ندارد و بعد 2-3 سال وقتی که شوهر او رو میپرتاید و میرود، این زنی که کسب ندارد، اختصاص ندارد، او در کوچه میماند و از همه چیز میترسد، از همه چیز هراس دارد و اون خودکشی که ما میبینیم در تاجیکستان بسیارترش وابستگی دارند و اون که بسیار زنها وقتی که شوهرشون اونها رو میپرتاید این رو همچون یک فلاکت بزرگ و همچون بزرگترین فلاکت حساب کرده، حتی کودکانشون نگاه نکرده خودکشی میکنند و ما میخوایم که زنها باید بفهمن که وقتی که شوهرشون اونها رو پرتاب رفت، وقتی که شوهر از دنیا رفت یا به دیگر سبب مهاجرت رفت و نه آمد، این برای ویها یک فلاکتی عظیم نشود. اونها باید دانن که زن با فرزندانش خودش هم زندگی کرده میتونه. وقتی که من میدان بودم، خودسال بودم، در قشلاق زندگی میکردم و نمیدیدم که در قشلاق یگان زن به شوهر بود، همه شوهر میکردن و امروز بعد 20-30 ساله که ترقیات ما میبینم که در اون قشلاقی که من بودم زندگی میکردن، در اون قشلاق زیاده از 20% دختران جوان به شوهر میمونن. من فکر میکنم که بسیار استریوتیپ هایی که بودن و به زندگی زن خلال میرسن وقتی که میگن که زن اگر شوهر داشته باشد توقی دارد. این همه خیلی ضرب المثل است. بله. به شوهر بی توقی است. فکر کنم که این باید از بین زمان زیرا زندگی دیگه خیلی شد و به شوهر موندن دختران گناه نیست و فکر میکنم که حتی از طرف حکومت هم باید تقسیم کنی زمین دیگه خیلی یک بار دیگر دیده برآمده شد. تشکر از شما نبات خانم داد خدای و زنی صاحبکار از شهر خاروق ولایت مختار کوهستانی بدخشان. و در پایان این صحبت میخواستم یک نکته را تاکید کنم که ماه روان در افغانستان وکیلان مردمی قانون حفظ اجتماعی زنان را بررسی میکردند که در لایحه ابتدایی آن تخصیص 25% کرسی های مجلس های محلی و مجلس های شهری و حکومت های محلی به زنان پیش بینی میشد
وکیلان مردمی این لایحه را رد کردند. حالا بررسی لایحه از نو شروع شده است، ولی در آن تخصیص 25% کرسی ها به زنان پیش بینی نشده است. بسیاری از کارشناسان میگویند آن دستاوردی که بعد طالبان به دست حاصل شده بود از بین می رود. و در مورد تاجیکستان هم همین را می توان تاکید نمود که اگر خود زنان برای حفظ حقوق خود برنخیزند، احتمال مردان زیاد در فکر حمایه اجتماعی و مقام اجتماعی و سیاسی زن زیاد تلاش نورزند. روز شما خوش. خدا حافظ.